شیربرنج با شیرعسلی. صبح بخیر دوستانی عزیزم. هر کدبانو دستوری شیربرنج خود را دارد. من هم شیربرنج را به طرز خود آماده میکنم. بیایید حالا ببینیم. و دستورهای کلچقند همه وقت به درد سر و آسانک هستند. 1 لیتر شیر، 100 گرم برنج خرد گیرید و نیم قاشقچه نمک. همه را خوب آمیخته کرده در روی حرارت ملایم میگذاریم پست بجوشد تا پخته شدنش. شیربرنج ما پورا پخته است، آماده شده است. در وقت پختن فراموش نکنید که زود تگش را کوبید تا تگش نگیرد و بعدا با اون 1 قوطی شیرعسلی ilova میکنیم، آمیخته میکنیم و میگذاریم 1-2 دقیقه دیگر بجوشد و تمام آماده است دوستانی عزیز. خیلی با مزه و طعم لذیذ دارد. برای صبحانه و بخصوص در پیشگی رمضان است. این یک صبحانه عالی و خیلی فایده‌ناک و خوشمزه است. آن را میتوانید مثل عنعنوی از رویش مسکمانید و یا میوه، مربا، خلاص هر چی که به خود شما پسند است با همون تزیین کنید و به دوستان و عزیزان و خانواده پیشنهاد کنید. خوب نوش جان دوستانی عزیز. ویدیو رو با لایک و کامنت ها دستگیری کنید و به دوستان دیگر روان کنید و برای خود ذخیره کنید. تا دیدار.